مامان پروین جانم. شما تا حالا عاشق شدی؟ منظورم عشق واقعیه، از اونها که آدم به هم وفادارن، حالشون با هم خوبه. آره همینا رو با پدر بزرگ داشتیم، ولی بهش عشق نمیگفتیم. چی میگفتی؟ نمیدونم دربارش حرف نمیزدیم، ولی اینا که گفتی همه رو داشتیم. واسه‌تون گلم میخرید؟ گل؟ نه بابا، من چون درخت توت دوست داشتم یه درخت برام تو باغچه کاش درخت توت. چه بهتر، سالگرد ازدواجتون چه یادش بود؟ خودم هم یادم نبود، چه برسه او بنده خدا. چی زندگیتون رو نگه داشت؟ بعد 40 سال هنوز بعد از فوتش قاب عکسش رو پاک میکنین، بوسش میکنین؟ دوره ما کسی دل کندن بلد نبود. حتی وقتی از پیشتون رفت؟ اتفاقا اصلش همونجاست، وقتی مردت میره و تو دل نمیکنی.